سلام و ارادت دوستان خوب و من باز امروز در خدمت شما هستم با یک موضوع جذاب دیگر. موضوع امروز هست نظم زندگی روزمره. قدم اول نفس کشیدن و شکرگزاری. هرگز نباید فراموش بکنیم وقتی که از خواب بیدار میشیم کنار تخت میشینیم، پایا رو میندازیم پایین، به هیچ فکر منفی نمی کنیم. فقط 5 تا نفس عمیق میکشیم و آگاهانه و شکرگزاری میکنیم. مسلما باید اینطوری باشه نفس کشیدن. از بینی نفس میگیریم و از دهن خارج میکنیم، دم و بازدم. کاملا آگاهانه 5 بار تکرار میکنیم و سپاسگزاری میکنیم. اینکه دوباره ما فرصت اینو داریم نفس بکشیم، دوباره فرصت اینو داریم که به عزیزان خود خدمت بکنیم، به خانواده، اطرافیان، به دنیا، باعث معجزه زندگی خود و بقیه بشیم. قدم دوم، روتین صبحگاهی. از نظر من هر شخص باید یک روتین منظم داشته باشه. هر صبح مثلا با یک دوش 5 دقیقه‌ای، لباس خوش فرم، عطر، کرم و منظم، کاریزماتیک. قدم سوم، مطالعه. از نظر من هر کس طبق شرایط زندگی خود باید یک سری پادکست ها رو روزانه گوش بده، روزانه یک موضوع از کتاب یا یک صفحه تا 5 صفحه کتاب مطالعه بکنه نظر به وقتی که داره. من خودم شخصا کتاب های مثل 48 قانون قدرت، کتاب اثر مرکب، مثل کتاب NLP روانشناسی تاریک که پدر پولدار پدر فقیر، کتاب ها رو مطالعه کردم و الان دارم کتاب جذاب 48 قانون قدرت رو مطالعه میکنم و بی نهایت عالی. به شما هم این پیشنهاد رو میکنم. قدم چهارم، ورزش کردن. ما و شما میتونیم حتی از 5 تا شنا داخل خونه. بله دوست عزیز، اگه وقت اینو نداری بری باشگاه ثبت نام بکنی، از داخل خونه هم میتونی شروع بکنی با 5 تا شنا. روز بعدی 6 تا، روز بعدی بیشتر و بیشتر و بیشتر تا اینکه هیولای زندگی خودت بشی. بازم معلوم میشه من بازم خب رسیدیم به قدم پنجم، غذای سالم. ما نباید فراموش بکنیم که از خوردن چربی های اضافه با خوردن روغن ما نمیتونیم شکم 6 تکه داشته باشیم، نمیتونیم بدن خوب داشته باشیم. باید فوق‌العاده یک برنامه عالی غذایی داشته باشیم، بنویسیم، مثلا برنامه‌ریزی بکنیم. هفته برنامه هفتگی، مثلا روز یک شنبه چه بپزی چه بخوری، روز دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه. من مثلا خودم صبحانه برای خود تخم مرغ جوش میدم میخورم، حالا کنارش پنیر، نون، این چیزام هست، ولی سعی میکنم کنترل شده. مثلا چند درصد پروتئین داره، چند درصد چربی داره، چند درصد کربوهیدرات، اینا رو باید در نظر بگیریم. وقتی که ما یک برنامه غذایی منظم و سالم داریم، مسلما یک بدن سالم و تمیزم داریم. بدنی که 6 تیکه خوش فرم بیرون بری همه خوششون بیاد بهت نگاه بکنم. پس دوست عزیز، تا اینجا که اومدی، اگه از ویدیوی من خوشت اومده لطفا منو حمایت بکن با لایک، فالو به ویدیوهای منو با دوستان خودم اشتراک بگذارید تا اینکه بتونم با ویدیوهای بعدی در خدمت شما باشم. بدرود تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.